بسم الله الرحمن الرحیم. طرز سیخ کردن کوبیده به صورت سنتی. اول از اندازه که مایه میخواییم به اندازه مایه دل بخواد میگیریم، به این حالت میچسبیم میکنه سیخ دستمون یه بار پیس میکنیم، بعد به این حالت دست زیر به کوبیده چسبیده باشیم، زیر به کوبیده چسبیده باشیم. ببینید این حالت شید کوبیده، بعد اضافه‌شو میبریم شد سیخ کردن کوبیده. حالا همینو به صورت سریع با تشکر. اسماعیل پور.